صبحی سیده رجبووا ساکن ناحیه شهر نو از زندگی معمولی زنان دیگری دهاتی فرق چندانه ندارد. با گودوشی شروع می شود. اما او از میان صدها زنان همدهش با آموختن نوهای آماده کردن پنیر توانست زندگیش را به کلی تغییر دهد. خانم رجبووا سال 2014 همراه بیش از 200 نفر زنان شامل یک برنامه آموزشی خاصه گشت که با سرپرستی بانک آسیایی رشد تشکیل شده بود. پس از ختم با موفقیت این دوره، بیزنس لایحه رجبووا در برابر 100 نفر دیگر بهترین دانسته شده سرمایه گذاری شد. من از اول نمودی قیمق تورق رو تهیه کرده میتونستم و با من با این ساحه مبلغ لازم شد و خوشبختانه من صاحبی مبلغ گشتم از گرانت و اون را ثمرناک استفاده بردم و اون را با اون چیزهای لازمه که به ما لازم است اونها را گرفتم، از نمودی یخدان و واکوم کردن و نمودی نمک‌های اعلی صفت برای تیار کردن آنها. در قرارگاه رجبووا که در تهخانه منزل او جایگیر است، حالا 2 نفر خودش و زنی همسایه مشغول کارند. حاصل هر روزه کار این زنان 10 کیلوگرم پنیر نوعی اسیتینی است. مشتریان این کارگاه خرد نو تأسیس که قریب 1 سال باز فعالیت دارد، اساساً طربخانه ها و سوپرمارکت های پایتختند. اکنون و یا قریب 10 کیلو میگیرند و یا با 33 استفاده میبرند و در مغازه ها 35 میسپرند. از حسابی که این گراند را گرفتم من صاحبی ماشین شدم. مبلغی به دست آوری خود را جمع کردم و صاحبی ماشین شدم. شروع پختن پنیر زندگی اهل خانواده خانم رجبووا را با فصلهای تا و بعد تقسیم کرده است. چون درآمد و نیکو احوالی خانواده پس از گرفتن گرانت از شروع کارگاه خرد با مراتب بهتر شد. پدر خاندان که از مهاجرت برگشت با رواج یافتن کار کارگاه پنیرپزی خرد دیگر نیتی به روسیه رفتن را ندارد. مقصد دارد در عمل ساختن آرزوی نو زوجش ساختمان عمارت نو برای وسیع کردن کارگاه پنیرپزی کمک کند. ما گروه زنها تشکیل کردگیم. از گروه دارای توانایی زن می باشد و ما هم می خواهم که این گروه زنها رو در ناحیه شهرنو وقت کار کردی کارخانه محصولات شیرینی است می خواهم در آنجا کارخانه تشکیل دهم و این گروه زنها رو به کار جلب نمایم. این قصه موفقیت خانم رجبووا یگانه نیست. بانک آسیایی رشد در دایره لایحه تجدید راه ماشینگرد دوشنبه ترسانزاده حدود 200 نفر زنان را دانش و مهارت پیشبرد بیزنس آموخت. ما زنان را هم آموزش دادیم و از میان آنها به لایحه‌های بهترین گرانت‌های خرد دادیم. در دایره این لایحه هم بیش از 100 نفر زنان $2000 با حیث گرانت به دست آوردند. توسط این مبلغ زنان توانستند کارخانه‌های خرد تأسیس بدهند، از جمله کارخانه خرد استحصالی پنیر. با تاکید بانک آسیایی رشد در تاجیکستان پس از 2 سال نتیجه های این برنامه را ارزیابی میکنند و در صورت موفقیت بیزنس زنان سرمایه گذاری این قبیل برنامه ها را ادامه خواهند داد. بنابر مهاجرت کاری گسترده مردان از تاجیکستان بانک آسیایی رشد تصمیم گرفت این لایحه را تنها به صاحبکاری زنان روانه سازد.